سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه با من. امروز میخوایم بریم سوتیای رستوران ها رو ببینیم. رفتن به رستوران ها قراره که یه کار خوب باشه، خنده‌دار باشه و شادی آور باشه، ولی مثل اینکه برای بعضیا یه فاجعه خنده‌دار شده و بیشتر خنده داره تا شادی و اینا. بریم سراغ سوتیایی که مردم توی رستوران ها داشتن، مثل افتادن لیوان، مثل آتیش گرفتن، مثل همه چی. بریم که داشته باشیم ویدیو رو. قبل از دیدن ادامه ویدیو حتما سابسکرایب کنید، چنل و ویدیو رو لایک کنید تا منم انرژی بگیرم برای ویدیوهای بعدی. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. Fucking tomatonator Wendy's gave me. Look at this fucking thing, Shit, dude. گوجه What the fuck is this shit? پشمان گوجه چقدر بزرگه. این یه سوتی بوده که آشپز بره زده. واقعا چرا این کارو کرده؟ حواس پرت بوده، اشکال نداره، مشکلی نیست. حالا به من چه، ولی خب شت چرا؟ خب چرا با اسکیت این؟ و چرا؟ واقعا چرا؟ اصلا خیلی چاسکلاس و اینجوری لوکس بازی و ایناست که بیاید با اسکیت و نمیدونم اینجور چیزا سفارش مردم ببرید. منطقی نیست. درگیری جالب دو دوست بر سر پرداخت حساب رستوران. این مطمئنم همون جر میدن. اوه شب خفه کرد یارو گردنشو. پشمام، چه جالب. ولش کن، مرد. شما هم همچین رفیقایی دارید؟ دستم بهش دادم. منطقی. خدا از این رفیقا هم نصیب کنه که سر دنگ رفیقش اینجوری میکنه. از همچین رفیقایی داری شما؟ This chef made the worst accident ever, and what happened next will shock you. As you can see, the waiter brings beers to these guys, but when he serves them, look what happens. As he lowers the plate, the beers accidentally fall onto this man's lap. But if you thought this was real, have a look again. The beers are actually fake, and the man gets scared for a moment. So when the waiter serves واقعا این حرکات ترسناکه. مثلا فکر کن تو خانه خودتی بعد حس میکنی یه لیوان آب یا یه لیوان آب میوه میخواد بریزه رو. این زیاد مالی نبود. شت، این همه لیوان چرا؟ دیگه باید هم اینجوری بشه، منطقش همینه دیگه. خب چرا؟ این همه لیوان؟ خب مثل آدم، مثل بچه آدمی زاد یکی یه سینی میاری، چرا اینجوری؟ یا خدا، اصلا مردم اینم که شبیه همونه. بله منطقی بود. چه ترسید، 2 متر پر شد که. خامه نمیخوام. اون بدبخت اون پشت چی کار کرده بود مثلا؟ این دختره گفت خامه نمیخوام، این از سر بستنی خامه بستنی پرت کرد تو صورت اون بیچاره. پشمام. این میدونی میخواد چیکار کنه؟ میخواد این پر چیز هست سیب زمینی میکنن روش میکنن توش. این وضعیت درست نیست. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. میکنن توش بعد میذارن سرخ بشه. این آورده یخ کرده توش، بعد میخواد احتمالاً بذاره تو روغن داغ. یا ابوالفضل ببینیم ریاکشن روغن داغ و یخ چیه. پشمام چه جالب. خوب پشما کل رستوران و کل همه چیز رو به چخ داد رفت. تجربه هم باشه برای شما، یه وقت یخ نندازید تو روغن. تموم شد. خیلی تاثیر میخوام بزن تو صورت. آتیش گرفت. پشما چه جالب. همش شد چه جالب که آقا این نمیشه که. یه چیز دیگه، ذات کیک، ذات رستوران، ذات گارسون، ذات تولد، ذات گوشی، ذات لباس به قطعا میریزه 100%. بله
چه آتیش دست اینو اسکولا رو خوشم اومد. به به حال کردم. خدایا شکرت ای خدا. اوه این ربات این چیه؟ دمتون گرم تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. نکردیدم فدای سرتون، من کاری از دستم بر نمیاد. فقط میتونم بگم دمتون گرم. شما از کدوم ویدیو کدوم کلیپ خوشتون اومد؟ اگه خوشتون اومد یا نیومد تو کامنت ها بگید. نظرتون واقعا برای من خیلی مهمه، بهش پیشرفت ما خیلی کمک میکنه و خوشحال میشم اگه کامنت بذارید، چه خوب چه بد. من همه رو میخونم، لایک میکنم، جواب میدم. آره دیگه دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار همتون. میبوسمتون.